خانوما گلاب گلاب گلاب. اگه پوستتون کدره، خسته است، بیجونه، لک داره، چین و چروک داره، یا حتی درگیر خط خنده هستید، خط خنده‌تون عمیق شده و چین و چروکای پنجه کلاغی اطراف چشمتون اعتماد به نفستون رو کلاً ازتون گرفتن، این پست براتون یه نجات دهنده است. جو 2 سر، شیر، گلاب، چند قطره روغن بادوم شیرین، اینا واسه پوستت معجزه میکنن. فقط کافیه با هم دیگه ترکیبشون کنید، بذارید روی پوست تمیز صورتتون 15 دقیقه بمونه. بعدش پوستتون رو با آب ولرم بشورید. پوستتون رو به قدری لیفت میکنه، سفت میکنه، برق میندازه، شفاف میکنه که وقتی تو آینه خودتو میبینی اصلا باورت نمیشه و خودتو نمیشناسی. همه اطرافیان با تعجب ازت میپرسن چی کار کردی، چی زدی به پوستت که انقدر پوستت خوب و کره‌ای شده. اگه میخوای یه همچین پوستی رو داشته باشی باید از این ترکیب به درستی استفاده کنی. ترکیب دقیق و نحوه استفاده VIPش رو میخوام واسط بفرستم. فقط کافیه جو رو همین الان کامنت کنی تا خیلی سریع داخل دایرکت بهت آموزش بدم. حتما پیجم هم فالو کن چون قرار کلی ترفندای نایاب و خفن پوستی رو باهاتون به اشتراک بذارم.